سلام، به تکنولوژی خوش اومدید. خب امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم که وقتی میخوایم یک حالا سیستم رو جمع کنیم و یه سیستم ببندیم برای کامپیوترمون، چه پاوری لازمه برای اینکه این قطعات رو بتونه به خوبی جواب بده. یعنی این پاور چند وات ما لازم داریم. خب برای این کار یه سایتی هست که اطلاعات خیلی خوبی رو به ما میده. وارد مرورگرتون میشید و در اینجا سرچ میکنید سایت bequiet.com bequiet.com سایت bequiet.com رو میزنید. بله، وارد سایت شد. خب از اینجا میایید پایین. این سایت قابلیت‌های خیلی زیادی داره، میتونید داخلش به حساب بچرخید و چیزای جدیدی واقعا یاد بگیرید. اما حالا یکی از پرکاربردترین قابلیت‌هایی که داره همینی هست که گفتم و میایید روی این قسمت سرویس تولز و از اینجا محاسبه رو میزنید. این محاسبه رو میزنید. خب وارد این صفحه میشید. اینجا میگه که آقا مشخصات سیستمتون رو وارد کنید. چه سیستمی مد نظر شما هست؟ خب ما همینجا شروع میکنیم. اینجا به حساب این قسمت سی پی یو تون رو میگه انتخاب کنید. تولید کننده سی پی یو تون کدوم شرکت هست؟ اینتل یا AMD. حالا من مثلا اینتل رو میزنم. از چه سوکتی استفاده میکنه؟ حالا ما همین سوکت 1700 رو میزنیم و میگه که حالا مدل سی پی یو تون چیه. ما میایم مثلا اینجا 13400 رو انتخاب میکنیم. i5 13400 معمولی و اینجا میگه که آقا این به حساب روی این مادربرد شما چه سوکتایش پر شده؟ ساتا، پاتا، رم و SSD M2 که حالا به ساتا و پاتا مربوط میشه به همون هاردتون که کدوم سوکتا رو پوشش میده. حالا ما مثلا یه دونه فقط حالا ساتا داریم و رم هم میگیم که مثلا 2 تا از اسلاید رم ما الان پره، از یه دونه M2 هم داریم استفاده میکنیم، مثلا همون SSD M2. بعد حالا در مورد کارت گرافیک، یه کارت گرافیک انتخاب کنیم. یه دونه کارت گرافیک داریم، میشه 2 تا انتخاب کرد. حالا ما یه کارت گرافیک داریم که تولید کنندش هم حالا مثلا انویدیا هستش، مدلش هم مثلا حالا همین 3050 میزنیم. بعد یه نکته که اینجا من فراموش کردم، داخل این قسمت سی پی یو یه اوورکلاکینگ داره که میگه آقا شما چقدر میخواید از توان این سی پی یو استفاده کنید، که خب ارتباط واقعا زیادی داره که اینجا میگی این قسمت نان که همون معمولی میشه، این یک به حساب سیستم ارتقا یافته OC ورژن، و اینجا دیگه میگی دیگه میخوام از نهایت قدرت استفاده کنم که ما حالا مثلا میزنیم OC ورژن و اینجا برای کارت گرافیک هم همین قسمت رو داره که میگه تا چه حد ما مثلا OC ورژن رو میزنیم. و حالا اینجا کولینگ، برای سیستم کولینگ میگه آقا شما برای این سیستمتون چند تا فن احتیاج دارید، تعداد فن ها، یا اگه واتر کولینگ هم استفاده میکنید تعداد واتر کولینگ هم بنویسید. حالا ما مثلا میزنیم آقا مثلا 2 تا فن بستشه و واتر کولینگ هم اینجا انواع واتر کولینگ ها رو گذاشته، ولی حالا ما اینجا استفاده نمی کنیم، مثلا این سیستم ها نیاز نداره. اینجا میگه آقا از USB نسل 3 و 2 استفاده میکنه، ما میگیم حالا مثلا بله و اینجا محاسبه رو میزنید. خب اینجا برای ما
یک سری اطلاعات میاره. حالا انواع پاورها رو میاره که به حساب استفاده کنیم. حالا به چه صورت هست اینجا؟ نوشته اگر بخواید از یک پاور 1300 وات استفاده کنید، اینجا 41% رو درگیر میکنه. 1600 وات 33%، که اصلا یعنی یه چیز زیادیه و اصلا لازم نیست. میای پایین تر، اینجا دوباره پاور رو کمتر میکنه. 750 71%. تا وقتی که این در محدوده سبز هست باز هم میتونیم بیایم پایین تر و لازم نیست مثلا اینقدر هزینه کنیم برای یک پاور با توان بالا. بهتون میگم که بهتره هزینه رو در چه زمینه انجام بدید. بعد میایم پایین تر، اینجا هم 750 میایم پایین تر. اینجا هم مثلا میگه که آقا دیگه ته شما تا 550 میتونید بید که این در محدوده قرمز هم قرار و 97% رو استفاده میکنن، که پیشنهاد میکنن از به حساب پاوری که داخل محدوده قرمز هست استفاده نکنید، چون فشار میاد و ممکنه به حساب برق کمی به سیستم شما برسه و به دستگاهتون آسیب بزنه. اینجا دوباره میگه پاور 650 وات خوبه، 82% خوبه، 750 71%. دوباره اینجا این پایین هستش 700 وات رو دوباره نوشته که به نظر بنده الان برای این سیستم 650 گزینه خوبیه، 700 هم گزینه خیلی خوبیه و بالاتر از 700 دیگه هزینه زیادیه. حالا یه چیزی که هست در مورد پاورها این هست که شما هر سال که دارید از این پاور استفاده میکنی یک مقدار از توان اون پاور کم میشه و یه چیز خیلی رایج داخل پاور هاست. مثلا میگم، یعنی این اطلاعاتی که میگم الان درست نیست. مثلا شما پاور 650 وات خریدید، بعد امسال به شما 650 وات قدرت میده، سال آینده به شما مثلا 630 وات قدرت میده، سال بعدی دوباره همینجوری 20 وات 20 وات، از اون قدرتش دیگه کم میشه، اون طول عمره کم میشه. حالا چه کار کنیم که این اتفاق کمتر بیفته و بیشتر اون قدرت رو ما داشته باشیم؟ این طبیعیه داخل پاورها وقتی شما میرید پاورها رو بخرید یه قسمتی داره، یعنی یه مدلایی داره که بهش اصطلاحاً میگن مدل طلایی، مدل نقره‌ای، مدل معمولی، چندین مدل داره و حالا هرچی این مدلاش بالاتر باشه، یعنی مثلا به جای اینکه معمولی استفاده کنید به نقره‌ای استفاده کنید، خب خیلی دوام این پاور کمتر میشه و در طول یک سال کمتر از این وات این میفته. یا اگه دیگه برید طلاییش رو استفاده کنید که دیگه خیلی خوبه. پس پیشنهاد میکنم که یک پاور در حد همون سیستم، مثلا این سیستم واقعا احتیاجی نداره که شما پاور 750 به بالا ببندید، با 650 و 700 وات کارتون راه میفته و خوبم هست. بهتره که مثلا یک 650 نقره‌ای خریداری کنید یا حتی طلایی، حالا بسته به حالا دیگه سلیقه خودتون و میزان حساسیتی که دارید و اینجوری هستش. این سایت قابلیت‌های زیاد دیگه هم داره، میتونید به حساب بگردید و ببینید حالا قابلیتاش چی هست. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و ما رو هم دنبال کنید، کامنت بذارید، سوالی دارید حتما بپرسید، حتما پاسخ میدم. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.